عزیز، امروز قصد داریم که راجع به این چهره امید شریفی دانا و امثال این آدم با شما صحبت بکنیم که توسط دستگاه امنیتی کاور اطلاعاتی و مالی میشن و به خارج از کشور میان که من قبلا در یک مستندی کامل به امید شریفی دانا پرداخته بودم. میپردازم که این افراد خیلی راحت میان خارج از کشور میشینن، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خارج از کشور در اختیارشون قرار میگیره و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری داخل ایران هم در اختیارشون قرار میگیره. پس لطفا اگر میخواید اصل ماجرا رو ببینید، لطفا ویدیو رو تا انتها نگاه بکنید، تا نصف نگاه تا انتها نگاه بکنید. تمام قسمت های این ویدیو پر از نکات طلاییه. لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بکنید حتی اگر از این آدم خوشتون نمیاد، و به اشتراک بذارید که افراد آگاه بشن و چهره کثیف این افرادی که به اصطلاح افشاگر میان، به اصطلاح اپوزیسیون میان رو بشناسن. قصد داشتیم به این آدم بپردازیم، اما انقدر این پازل ها و اسناد مدارک تابلوه که واقعا من زورم میومد نگم. امروز شنبه 13 مرداد 1397 تاریخی که ما ویدیو رو ضبط میکنیم. نگاه بکنید، باشگاه خبرنگاران جوانی که نزدیک هستش به صدا و سیما ایران و خوراک تصویری صدا و سیما رو اصطلاحاً کاور میکنه، اسناد مدارکی که از اداره اطلاعات به دست میاد رو میدن باشگاه خبرنگاران، به خاطر اینکه باشگاه خبرنگاران یک نهاد قدرتمند بشه. باشگاه خبرنگاران توی بخش‌های مختلف خبری خودش و تو مجلات خبری خودش اخبار رو کاور میکنه، میسازه و توی صدا و سیما پخش میکنه. اما سوال اینجاست که باشگاه خبرنگاران با این همه امکانات نرم افزاری سخت افزاری چجور امکانات نرم افزاری، وبسایت، خبرهای تلویزیونی خودش رو در اختیار شخصی به اسم امید شریفی دانایی قرار داده که به حضرت محمد و قرآن و نمیدونم خدا و باورهای مسلمون هایی که خط قرمز صدا و سیما و اون افرادی که در صدا و سیما هستن توهین میکنه، این امکانات رو در اختیارشون قرار میده. من امروز ویدیوهایی رو به شما نشون میدم در مستند قبلی که ساخته بودم و تیکه های جالبی از امید شریفی دانا به دست آورده بودم. این آدم مستقیم میاد به قرآن توهین میکنه، مستقیم میاد به نمیدونم مسلمونا توهین میکنه. حالا ما کاری نداریم به باورهای مذهبی افراد مختلف، اما ما توهین مخالفیم. و چجور باشگاه خبرنگاران به این آدم آنتن میده؟ اینجا بحث مهمی مطرح هستش که صدا و سیمای ایران داره به افرادی آنتن میده که همین افراد دارن به قرآن و خدا و پیامبرها توهین میکنن و اصطلاح افرادی که خارج از کشورن به اینا میگن سوپاپت میرن. ببینیم یه تیکه‌اش رو. تیترم اینو: افشاگری اپوزیسیون خارج نشین از ارتباط شبکه من و تو با عربستان پلوس فیلم. خب درود بر شما هم میهنان گرامی. ببین قشنگ میان اسمشو زیرنویس میکنن، تایتلشو میذارن، عکسشو میذارن، لوگوی باشگاه خبرنگاران میبینین. اخبار در صدا و سیما ایران هم پخش شده. همین آدمی بودش که تو سال 88 فوش میداد به اصل نظام و نمیدونم رهبری و امثال اینها. الان رفته خارج از کشور، تصویرش هم نشون میدن در صدا و سیمایی که چهره خاتمی و اصلاح طلبا، میرحسین و امثال اون ممنوع و ممنوع تصویرن. کسی که به خدا قرآن فوش میده چهرهش رو پخش میکنن. ببینیم یه تیکایی از این مستند رو که من قبلا ساخته بودم راجع به امید دانا. بشنوید. من نمیخوام جانبداری بکنم از هیچ دین و مذهب و ادیانی، اما امید شریفی دانا دیگه از بعد سیاست زد تو بعد دیانت. توجه بکنید به این ویدیو. این ویدیو در تاریخ 26 دسامبر 2017 ساخته شده، تقریبا 7-8 ماه پیش. خب گوش بدید به حرفای امید دانا. این مردک، این آشغال، این ببخشید من توهین میکنم ولی لایق توهین شدن محمد. چرا لایق توهین شدنه؟ نه که من فکر کنید عصبی هم دارم توهین میکنم. لایق توهین شدنه به خاطری که 1400 سال دنیا رو به لجن کشیده، ولی حداقل قبل از اینکه دنیا رو به لجن بکشه لایق توهین شدنه، چون این فرد کثیف تازی یک فرد ضد ایرانی است. گزارش ها و روایت های بیشمار و معتبر وجود داره. ببینید به همین راحتی توهین میکنه. این برنامه امید دانا در تاریخ 29 اکتبر 2017 این توهین ها رو میکرده. 29 اکتبر برای یه سری بیسوادی که در صدا و سیما نشستن ما بردیم تو تبدیل تاریخ، خیلی کار راحتی هم هست. میشه 7 آبان 96. 7 آبان 96 امید دانا این فوشا رو میداده و این حرفا رو میزده. اما جالبه در 4 بهمن 96، یعنی درست 3 ماه بعدش، اومدن دوباره گفتن افشاگری ابعاد جدید از پادویی مدیر آمد نیوز برای تجزیه ایران پلوس فیلم. دوباره اومدن از امید دانا، فعال اپوزیسیون تیتر زدن.
3-4 ماه بعدش. حالا ما کاری نداریم که آمد نیوز چه خط فکری داره. من خب بارها با آقای زم صحبت کردم و مصاحبهش در کانال یوتیوبی هست. ما الان حرفمون امید شریفی دانا که چجور به امید شریفی دانایی که داره فوش میده آنتن داده میشه، امکانات نرم افزاری باشگاه خبرنگاران داده میشه. دوباره ببینید. نفر بعدی که خیلی برام جالب بود آقای روح الله پسر آخوند زم هست که تا ببینید امید دانا فعال اپوزیسیون، باشگاه خبرنگاران جوان، لوگوش رو میبینید. حالا بریم یه تیکه دیگه از صحبت‌های این امید دانا رو بشنویم، آدمی که خیلی راحت دارن بهش آنتن میدن در صدا و سیمای ایران. ببینید این صحبت‌های شما من یاد این طنز مهران مدیری میندازه. آقا عوضی که زنگ میزنی فوش کجا بودم؟ آها بی شرف وطن فروش آشغالی که زنگ میزنی اینجا فوش میدی. این ایمیل یه دختر 8 ساله فرستاده، خواهر 8 ساله تو، هموطن 8 ساله تو، بی غیرت. از عمر کثافت تا حسین کثافتتون رو ما ایرانیا کشتیم. ببین به راحتی توهین میکنه، به راحتی فوش میده و به راحتی امکانات صدا و سیما در اختیارش قرار میگیره. خب دیدید سر به سر فرزندان کوروش بذاری همه چیزتون رو با سند نابود میکنی. نابود شده هست. یه نکته دیگه هم بگم، این آدم البته با یه سیاست خاصی، حالا به اون افرادی هم که دیدگاه کوروش پرستی دارن و دیدگاه اینو دارن که به سمت کوروش باشن هم داره توهین میکنه که اعتقادات اونا رو هم خراب بکنه. این نکته هم بگم، یعنی با این حرفاش میخواد اینو ثابت بکنه که به مردم اینو لقا بکنه ببین اونایی که مثلا زرتشتیان اینجوری آدم‌های دهن‌لقیان. اینو من در جانب واقعا اصل عدالت گفتم، نمیخواستم از کسی جانبداری بکنم به طرفداری بکنم، اما میخواستم بگم سیاست کلامی آدم پشت پردهش اینه. حالا یه تیکه دیگه از مچگیریاش هم بهتون نشون بدم. مچگیری زیاد کرده بودیم در این ویدیویی که بیش از 98000 نفر، نزدیک 100000 نفر ویدیو رو دیده بودن. ببینید بازم از این آدم پر از سوتی هستن صحبتش. وقتی که میشینم پای صحبت‌های امید دانا اینقدر خوب رفرنس میده فکر میکنن وای این آدم چه آدم تحصیل کرده‌ایه، چه آدم مطالعه‌گریه. آقای امید دانا میگی سوره نحل آیه 186 برادر من، سوره نحل کلا 128 تا آیه داره. آره دیگه اینجا نوشته 128. شما آیه ساختی بعد میای میگی که مسلمان‌ها دارن تعریف میکنن. بابا برو یه مطالعه بکن. سوره نحل قسمتش از سوره‌های مکی هستش، قسمتش از سوره‌های مدنی هستش و کلا 128 تا آیه داره. برادر من اون خدای خودش که همون سلمان تازی کثافته که آیه 186 نحل رو بخونید برمیگردن مردم میفهمن که قرآن و این چرندنامه رو به سلمان فارسی به این ببین گوش بدید، میگه قرآن و چرندنامه، مدام داره توهین میکنه. ببین توهین کردن در هیچ آیین مذهب و باوری نمی گنجه. و چجور این آدم داره توهین میکنه و آنتن‌های صدا و سیما در بخش‌های مختلف خبری در اختیار این آدم قرار میگیره. بعد میاد تو ویدیوهای مختلفش نمیدونم از سپاه پاسداران هم حمایت میکنه و اینا. حالا بحثی نداریم با اونا و مشخصه که داره از کجا خط میگیره، ولی خب اینش جالبه. خب میگه برمیگرده چیز میکنه، برمیگرده اونجا آیه 186 سوره نحل آیه گفت 186 128 بیشتر آیه نداره، آیه ساخت. خب نازل میکنه و خداوندش برمیگرده میگه که آره ما که میدونیم این به تو تهمت میزنن این کتاب شخصی عجمی داره برای تو مینویسه، ولی اون شخص عجمی است در حالی که قرآن به زبان فصیح عربی است. فقط ما این سوتیایی که داریم در میاریم مربوط به یک ویدیو هستش. اگه بخوایم بقیه ویدیوها رو در بیاریم قصه الهازا داستان طولانی میشه. میاد میگه که قرآن 6226 آیه داره و عینشو من حفظم. برادر من قرآن 6236 آیه داره. 10 آیه جا انداختی، احتمالاً اون 10 آیه مال اون سوره نحل بوده. بعد میگی که این بچه مسلمونا نفهمن فلان بسان. خب شما میخوای صحبت بکنی در آرامش صحبت بکن، در آرامش رفرنس بده، منبع بده، با هیجانات و داد و بیداد که کاری از پیش نمیره، اطلاعات غلط هم نده. من قرآن بابا من عین 6226 آیه قرآنتون رو قبلا خندم میگیره که بخوام الان در مورد اسلام اهریمنی صحبت کنم. حالا این بچه مسلمون های پررو، این بچه مسلمون های احمق که با هر کدومشون هم صحبت کنیم که ما رفتیم تحقیق کردیم. تو غلط کردی که تحقیق کردی در مورد اسلام. نمیدونم امروز چرا وقتی صحبت‌های آقای دانا رو میشنوم یاد بله دیگه این تیکه دومش هم گذاشته بودم. ببینید میتونید برید خودتون ویدیو رو ببینید، بیش از 54 دقیقه هستش و صحبت کرده بودیم. حالا
قول دادیم که قسمت دومش هم بدیم بیرون. و ببینید این افرادی که میان میشنن جلوی دوربین بدون سند و مدرک فقط فوش میدن و ما نمونه های زیادش رو هم دیدیم. ببینید مردم ما فقط باید با سند و مدرک براشون حرف بزنید. دیگه گذشت اون دورانی که یکی بخواد بیاد حرف بزنه بگه آقا فلانی دزده، فلانی نمیدونم دروغه، فلانی اینا برای مردم دیگه قابل قبول و قابل باور نیست. و امثال این آدم که مشخص هم از کجا خط میگیرن به همین راحتی ذهن مردم رو منحرف میکنن با طرفدارانی که دارن. و حالا منتظر ویدیو جدید باشید. ولی خب برای من الان سوال هستش و امیدوارم که دوستان باشگاه خبرنگاران جوان بیان پاسخگو باشن که چجور امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باشگاه خبرنگاران جوان رو در اختیار بگیم باشگاه خبرنگاران جواد بهتره. امید دانایی که اینجوری توهین میکنه، اینجوری تهمت میزنه، اینجوری فوش میده و باورهای مذهبی خودتون رو زیر سوال میبره. این جای سواله. یعنی خودتون نمیدید تحقیق بکنید، قطعا میدونید و قطعا میدونید همش بازی سیاسیه. مرسی. لطفا کانال یوتیوب در من پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و برای دوستان خودتون بفرستید. سپاسگزارم.